وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، بازم الحمدلله رب العالمین که باز یک رمضان دیگر برای ما نصیب کرد. الله تعالی را شکر میگم و حمد میگم که ما رو به این ماه رسانید. خیلی که میدانید این دعای گذشتگان بود، دعای سلف صالح بود. وقتی ماه شعبان میشد میگفتن که اللهم بلغنا رمضان، یعنی ما رو به رمضان رسان. برای من دوستای عزیز، الحمدلله که خداوند باز ما رو نصیب کرد. الله تعالی نصیب ما کرد که 2024 ماه رمضانش برای ما نصیب کند. این خود یک نشانه خوبی هست، یک فرصتی هست که الله تعالی برای ما داده ایستاده است. یعنی بار دیگر برای ما فرصت میدهد تا اینکه توبه کنیم، تا اینکه به درگاه نیایش کنیم، تا اینکه او را به اون شکلی که سزاوار است، به اون شکلی که مقبول درگاه الله تعالی هست، او را یاد کنیم و او را ذکر کنیم. بنابراین این یک توفیق الهی است. یعنی دعای گذشتگان بی سبب نبود، چون که اونها رمضان را یک موسم میدانستند، یک بازار میدانستند. یعنی که یک بازار آخرت، بازاری که انسان در آن تجارتش با خدای خودش است، تجارتش برای ساختن آخرتش است. الحمدلله رب العالمین بار دیگر میگم که ما را به همین روزها نصیب کرد. اگر یاد داشته باشه سالی گذشته ما مثلا همین چیز تاکید میکردیم که همین ماه مبارک است و اقلا فرصت بسیار را استفاده بریم از این ماه، اجر بسیار کسب کنیم، به الله تعالی نزدیکتر شویم، از بندگان اختیار کرده خدا در این ماه شویم که هر شخصی که این ماه را که فرصت است، یک مراسمی هست، یک زمانی هست که بنده میتونه که با خدای خودش از جهت روحی خیلی نزدیک شود. بعض توصیه ها بود عزیزان، میخواستیم که توصیه رو با شما یک جای در میان گذاریم، چون که الله تعالی در قرآن میگه که فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. الله تعالی را یاد کن که الله تعالی میگه که فذکر، مسلمان ها رو یادآور کن، به یاد آنها آورده است که یادآوری کردن برای مؤمنان نفع دارد. یعنی ما بنده هستیم، فراموش میکنیم، گاهی میشد یک مشغولیت میشه، گاهی میشه یک کار میشد، انسان بعضی عبادت فراموش میکند، یا سوس میشد، یا کاسته میشد، یا تنبل میشد. این نشستایی که ما داریم برای خاطر همت بالا بردن است عزیزان. یعنی برای خاطر اون که انسان به خدای خودش خیلی گفتم نزدیک شود. ما یکدیگرمون رو نصیحت میکنیم. این صحبتی که هست من اصلا از همه پیش به خودم میگم، این چیزا رو گپ رو میگم، تو اینکه خودم یک مود همتم بد شد وقتی که با شما این خیلی همصحبت میکنم در افیر، همصحبت میشوم. این همت ما رو چی میکند؟ به عبادت بالا میکند، به این ماه بالا میکند. یعنی ما رو با الله تعالی ان شاء الله تعالی امیدواریم که نزدیکتر میکند. چون که انسانی که نصیحت میکند اول باید خودش هم به هم گفتار خودش عمل کنه. ما رو حرکت میکنیم که وقتی که چیزی به انسان میگوییم، یک نصیحت میکنیم، چی باشیم؟ در اون نصیحت خود صادق باشیم. اولا از اولین انسانی باشیم که نصیحت های خود را در چیز تطبیق میکنیم. خب عزیزان، یعنی مادام که ماه در اومد، ماه رمضان در اومد، ما باید چیکار کنیم؟ یعنی چیکار کنیم که همین ماه ما ماه فایده‌ناک شود؟ چیکار کنیم که همین 30 روز یا 29 روزی که رمضان میشود ما اون را به طوری یعنی که ماکسیمالی به فایده خود استفاده بریم، به فایده آخرت خود استفاده بریم. نه تنها خود ما، عائله ما، اطرافان ما، اونایی که ما نزدیک هستند، اونها رو نیز نصیحت کنیم، اونها رو نیز ترغیب و تشویق کنیم که چی کنند؟ خودشان از در همین ماه تا میتوانند با خداوند نزدیک کنند و از گناهات دور شوند، از خطاگیات دور شوند، از نامعقولیات دور شوند. بنابراین بعضی صحبت ها بود، بعضی نصیحت ها بود که میخواستم با شما همین چیزا در میان گذارم دوستای عزیز. یکم این است که انسان این ماه را برای خودش حساب و کتاب کردن، برای خودش اعمالش به ترازو گذاشتن باید سخت کوشش کند در این ماه. یعنی وقتی که ما در این ماه
اگر حیات خودمون زندگیمون درست نبریم، اون طوری که الله تعالی گفته است با اون چنگ نزنیم، با اون شکلی که یعنی که انسان خودش محاسبه نکند، خودش به اصطلاح گویم ریویزی نکند، این زندگی یعنی که انسانانه نیست. این زندگی نیست که از اون خدا راضی باشد، بلکه از زندگی است که خدا از اون خشمش میآید. وقتی انسان خودش رو هوای نفس خودش رو خدای خودش قرار دهد، هوای نفس خودش رو برای خودش راهنما قرار دهد، این حالت الله تعالی رو به خشم میآورد. برای همین عزیزان اولین کار که میکنیم باید خودمون رو محاسبه کنیم، خودمون حساب و کتاب کنیم که چی کار کرده ایستادیم. همین 24 ساعت یک روزی که میکنیم، چند ساعتش به خواب میگذره، چند ساعتش به زندگی میگذره، چند ساعتش به عبادت میگذره، چند ساعتش به قرآن خوانی میگذره، چند ساعتش به تراویح و دیگر کارهای نیک میگذره. حتما باید ما این چیزی چی کنیم؟ حساب و کتاب کنیم برادر عزیز. دوم چیزی که در این ماه برای انسان ضرور است، این محافظت و از پی نماز تراویح با جماعت شدن از برادران. اینکه یکی تراویح یکی از عبادت‌های رمضان شده است. دیگر تراویح از پیامبر صلی الله علیه و آله اومدگی است، پیامبر علیه السلام تراویح می‌خواندن، لکن برای اینکه برای امت وزنی نشد، پیامبر تراویح بعد ترک کردن. به معنی اون ترک کردن که یعنی که هر کی خود به خودش می‌خوند. اول جمع کرده می‌خوندن، یعنی که جماعت می‌خوندن با مسلمان ها، بعد پیامبر اونا چی به طرف تنهایی ادا می‌کرده گشتن. بعد برادر عزیز با اصحاب پیامبر اومدند و چی در زمان عمر ابن الخطاب گفتن که دیگر خوف و خطر این عبادت برای ما فرض شدنش نیست، بیاد با خیلی که پیامبر در اول جمع میشدند و برای ما نماز تراویح می‌خوندن، بیاد نماز تراویح خونیم. جمع شدن دیگه نماز تراویح به این شکل شروع کردن. برای همین دوستان عزیز باید که ما حرکت کنیم، از تراویح نمونیم، حرکت کنیم که تراویح تا بتوانیم تا آخرش شنیم. چون که پیامبر در حدیث میگن که من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليله، یعنی هر شخصی که تا امام از جایش خستنش به امام نماز خواند در رمضان ها، اجر و ثواب و پاداش قیام لیل را میگیرد. یعنی گویا که تو همین شب تا سحری شب زنده داری کرده باشه تا آخر با امام صدام برادرها و همه خیلی فضیلت دارد. خب بعد از آن سوم چیزی که ما باید در این ماه بسیارتر گوییم که مواظب آن باشیم، اسراف نکردن مال برادران. مال نباید اسراف شود، پول نباید اسراف شود. خب چون که اسراف الله تعالی حرام کرده است. حرکت کنیم برعکس چی؟ همین مالی که مثلا انسان بخواهد که بعضی در چیزهای مباح برای خودش، مثلا مباحات مثلا بینیم در این ما بسیار آدم اگر چکنه میگه بسیارتر فکری خوراکی با مزه میشوند، که دسترخوان خیلی وای مراک میشوند. خوب باشد که همین چیزهایی که در دسترخوان صرف میشود به یک کمبغل تقسیم شود. به معنی اون که یعنی همون 10% که میخوری مثلا، یعنی که همون چیزی که میخوری 10% برای یک کس ده، 5% مثلا 20%. این از همت هر یک شخص وابسته است. ما نمیگیم فرد، اینجوری نمیگیم که حرام است که دسترخوانت خوب باشه، لیکن بهتر است که انسان اسراف نکند و همون پولی که برای دسترخوانش صرف میکند خوب میشه که یک قسم دیگرش چه کند صدقه کند، یا از همون طعامی که میشه برای همسایه‌اش، نزدیکاش، خشت وراش دراز کند. خب هر یک تیم خوب میدونم که رمضان ما رو تغییر میدهد، میخواهیم یا نمیخواهیم. حتما انسانی که رمضانی شد تغییرات در حیاتش وارد میشود، تقواش زیاد میشود، خدا ترسیش زیاد میشود، زهدش زیاد میشود، نماز نفلی زیاد میشود، قرآن خوانی زیاد میشود، چشمش از حرام نگاه میدارد، دهانش از غیبت و تهمت و بهتان نگاه میدارد. بنابراین حرکت کنیم که همین فیضی که در رمضان کسب کردیم در دیگر ماهان این فیضا رو چه با خود بریم. یعنی فقط بنده رمضانی نشیم به اصطلاح. در رمضان انسانی نکو، در غیر رمضان دیگر باشه خودی که فقط حرام در ماه رمضان حرام باشه، بلکه رمضان یک مکتب است، یک مدرسه است که برای ما نشون میدهد که انسان دیدی یا تو در رمضان توانستی که خودت از حرام نگه داری، چشمت داری، زبانت داری، گوشت نگه داری، تو میتونستی. میگن باید همین در حیات خودت پیاده کنی. باید حیاتت رمضان باشد همش، نه تنها یک ماه بلکه 12 ماه به سالهایش باید که حیاتت رمضان باشد. یعنی که چون که رمضان این چی روزه، یعنی که خود از حرام نگه داشته است.
روزه یکی از فلسفه‌اش از حرام نگه داشتن برای ما یاد میده. خب حرکت کنیم که یعنی که تا میتوانیم رمضان ما به خواب نگذرد، رمضان با تنبلی نگذرد، با دراز کشیده خواب رفتن نگذرد، بلکه به چی عبادت گذرد. یعنی که شبش یک پاره از شب رو برای نماز تراویح، پاره از شب رو برای قرآن، پاره از روز رو برای نماز نفلی، پاره از روز رو برای قرآن خواندن تقسیم کنیم تا اینکه روز ما بیکار نگذرد. روز ما باید که با چی گذرد؟ با خوب و با عبادت و با نزدیک شدن به الله تعالی. خب یکی دیگر از فایده رمضان این است که زبان ما رو به ذکر چی میکند؟ به ذکر آموخته میکنه. یعنی انسان حرکت میکنه که چی کند؟ فقط ذکر کنه. همین خود قرآن که ذکر است آخه برادر عزیز، قرآن خوندن هم یک ذکر است. غیر از اینکه ما سبحان الله الحمدلله الله اکبر دیگر ذکرها رو میگیم، خود قرآن خوندن مونس دوستان عزیز چی است؟ این ذکر است. خب یکی از دیگر توصیه هایی که مثلا در این ماه داده می شود برای عزیزان، این وقتی که انسان چیزا گرسنگی را حس میکند، وقتی که تشنگی را حس میکند، انسان میدونه که دیگر ضعیف است. خب و انسان میفهمد که دیگر به طعام نمیتوند، به آب نمیتوند، به این نمیتوند. این نشانه چی است دوستان عزیز؟ نشانه آن است که انسان ضعیف است. انسان مخلوق الله تعالی است. انسان به الله تعالی احتیاج دارد. خب یکی دیگر از توصیه‌ای که در این ماه داده می شود این است که عمل امانت است. عمل امانت است و انسان باید که خودش را خیلی در بدایت گفتم محاسبه کند که چقدر عمل خودش را طبق رضایت خدا ادا کرده در این ماه. یعنی که ما مکان مقدس داریم و زمان مقدس داریم. یعنی ما همین شب به زمان مقدس وارد شدیم. همین زمان مقدس وقتی وارد شدی اجر و ثوابت هم بسیار است. نعوذ بالله اگر انسان گناه کندم گناهش بسیار نوشته می شود. اگر اجرش هم که بسیار نوشته می شود گناهش هم بسیار نوشته می شود. بنابراین باید انسان خودش را در هم زمان مقدس و هم در مکان مقدس از گناه ها و از خطاگی ها حرکت کنه که نگه دارد. خب یکی دیگر از توصیه‌ای که در بدایت رمضان داده می شود این آشتی شدن یا عذرخواهی کردن از اون آدمی که آزار داده هستی، یا بین شما قهرگی هست، یا بین شما گپ زدن نیست، بین شما یه مشکلی هست. مسلمان حرکت میکند که در بدایت ما در سرشوی ماه رواد از اون انسان ها چی پرسد؟ یعنی که عذر پرسد، عذرخواهی کند. یعنی که عذر خواهی کنه یک اونجا عیب نداره، یعنی انسان آبروش نمیره بلکه انسان آبروش بلند میکنه، چون که تو برای رضایت الله تعالی این کارو میکنی، برای خاطر اینکه روزت روزه شود، عبادتت عبادت شود، تراویحت تراویح شود، نمازت نماز شود، قرآن خوانیت قرآن خوانی شود، صدقه‌ای که در رمضان کنی قبول شود. تو برای خاطر همین عذر خواهی میکنی، نه اینکه تو از وای ترسی و از وای یگون به اصطلاح یگون سر پایون باشی و از وای یگون بی آبرو باشی، نه، بلکه تو برای خاطر خدا، برای خاطر این ماه مهمان که برای تو می آید، برای خاطر پاسی رمضان تو میری برای از وای آدم عذر پرسی میکنی. در اینجا زیبایی رمضان در همین جا است. انسان هم تواضع و خاکساریش نشان میده در این ماه. خب برادرها، یک زیبایی رمضان است که حرکت کن که در یک رمضان 2 روزه داری. چه خیلی میشدیم برادرها؟ در یک رمضان 2 روزه داشتن این است که تو هم خودت روزه میداری و هم هر روز برای یک فقیر یک که دسترخوان افطار تشکیل میکنی. یعنی شرط نیست که خانه دعوت کنی، میشود که مثلا یک کاسه اوقاتازی از یگان آشخانه میری، یگان چیزی وای میگیری تیار میگیری، خونهش دراز میکنی، همون انسان وقتی در افطار میخوره ثواب همون هم میگیره. برای من تو در یک روز ثواب 2 روزه رو گرفته میتونی. اگر هر قدر که توانی باز بسیار دور توانی با بسیارتر ثوابش میشه. مثلا 10 کس مثلا میشه، 20 کس میشود. اینا خیلی گفتم از همت هر انسان وابستگی دارد. بنابراین روزه رو یعنی افطار دادن از همه بهترین کار در رمضان حساب میشود. افطار دادن بهترین کار در رمضان حساب میشه عزیزان. خب
توصیه دیگر این است که الله تعالی بخشنده است، الله تعالی مهربان است، ارحم الراحمین است، غفور الرحیم است. خب این ماه باید که انسان به خدا اقبال کند، به خدا روی بیارد و حرکت کند چی توبه و استغفارش کند که در این ماه الله تعالی انسان بخشد. خطاگویی که در طول سال کرده بود در روزها میکند، در شاید که در روزش بعضی خطاگویی میشود، انسان حرکت میکنه که چی کنه برادرها، از الله تعالی طلب مغفرت کند. خب گاهی میشد برادرها، این هم یک توصیه دوستانه هست، انسان یگان گناه میکند، یگان خطاگویی میکند، یگان نامعقولی میکند، لیکن همون گناهش دیگرو از اون گناهش باخبر نمیشن. این انسان باید که چه کند، همچون یک خطر قبول کند، چون که الله تعالی انسان آگاه کرده است که هی تو همین نامعقولی کردی، تو همین خطاگویی کردی بنده من پوشوندم، من این آشکار نکردم، من همین خطاگویی توی در دهن مردم نگذاشتم، مردم نفهمیدن که تو همین خطاگویی کردی. این معنای اونو ندارد که من تو فقط گناهات میپوشونم، بلکه تو باید چی گناهات پوشیده شود با اون معنی که تو گناهات میپوشونم تو اگر عزم توبه داشته باشی. لیکن انسانی که توبه نکند، انسانی که وقتی دید که خدا گناهش پوشونید دیگر مغرور شود به این چیز، وای بر حالی و انسان است و الله تعالی و انسان سخت محاسبه خواهد کرد در روز قیامت. بنابراین مغرور به پوشیده شدن گناه نباید باشد. شاید بعضی گناه میکنن خب بودم، گفتی مردم که گناه میکنن در لباشون قلاف میرن میگن خب بودم، فکر میکنن که هیچ کس نمیدونه، درست از خدا دیدی شده است، لیکن روز میشه که خدا تعالی انسانو فاش میکنه. انسانی که خودش هم خیلی انسان خوب میگرد و پنهانی میخواد گناه کرده میگرد، خیلی که میگن که در انسان اگر توبه میگن، توبه انسان با گناهی پنهانی قبول نمیشود. به چی معنی است؟ اینه که انسان هر قدر که مثلا گناه کند، هر قدر که گناه کند و گناهش میدوند که خدا پوشونید، هیچ گم نیزنه، هیچ کس نمیفهمد است، هیچ کی وای نبوده است، گناه دوام تد. این یعنی نمود چی است؟ برای وای شخص تنبیه از طرف الله تعالی است که من یه روز تو رو شرمنده خواهم کرد. این بنده ای که در گناه پافشاری میکنه، در گناه اصرار میورزه. خب الله تعالی در این ماه برای ما برکات خودش نازل میکند. الله تعالی در این ماه برای ما دری رحمت خودش میکشد، ما رو فریاد میکند یا باغی الخیر اقبل، ای شخصی که نیکویی میخوای بیا اقبال کن به سوی خدای خودت. یعنی حالا در آسمان مثلا فرشته ها خرسندی دارن، حالا میبینیم که یعنی که درهای آسمان برای توبه بنده گشاده شده ایستاده است و خیلی در حدیث اومده است شیطان ها زنجیر بند کرده میشوند و این برای بنده به خدا نزدیک شدنش خیلی کمک میکند. خب یکی دیگر از توصیه که برای دوستان میدیم در این شب و روز این است که دوستان حرکت کنه که از انسانای بد دور شوه، انسانی که شما رو وسوسه میکنه، گویا انسانی که با همین سخنای لغو مشغول میشوند، انسانی که گپای بیکار میزنن، انسانی که شوخی های بیجا میکنن، خب از اینا باید انسان خودش نگه داره دوستان، چون که روزی تو ویران میکنه، تو رو از خدا دور میکند، تو از عبادت دور میکند، تو رو از قرآن خوندن دور میکند، تو رو مجبور میکنه که با همراه وی دیگه نشینی گناه کنی. نعوذ بالله. برای همین عزیزان حرکت کنه که با انسان نزدیک شوی که وقتی نشسته، یعنی با وی نشسته، یاد خدا کنه. انسانی که شما رو به یاد خدا یادآوری میکند، علامت دوستی عزیز شما همون انسان است. حرکت کنه که در این روزها دوستان به همه خیلی انسان‌ها نشست و خیز کنه که چون که با اونها نشست و خیز کردن شما رو به خدا نزدیکتر، خدا شما رو به یاد خدا میبره دوستان عزیز. اما انسانی بد باشه چه خیلی گفتیم، بعضی انسان هستن که حرکت میکنن به روز به همین شوخی و بازی و انکدوت گفتن و گپای بیکار فچ ولج گفتن فکر میکنن به همین روز کوته کنم و خلاص کنم. لیکن انسانی که عیب باشه، مسلمان باشه، انسانی که در فکری آخرت خدا باشه حرکت میکنه که آخر من چه خیلی نه مگه من چه خیلی این فرصتی که خدا داد همین زمان مقدس، من یک ماه 30 شب من وقت دارم، 30 روز من وقت دارم، چخیل تو وقتی خودت به یک شخص ضایع میکنی که تو خدا دور میکنه.
بنابراین عزیزان حرکت کنیم که وقت همیشه صرف کنیم که چی با خدا ما رو بسیار نزدیک. بنابراین به انسانی خدا نزدیک میکردگی باید که شنوخیش کنیم، به اون نزدیک شیم در این روزها. مثلا با قاری های قرآن است، با علما باشد، با انسانی با تقوایی که مثلا اطرافتونشون میدونه، هر یک ما میدونیم که کی ما رو به نیکی دعوت میکنه، کی ما رو به بدی. هیچ وقت انسانی که به بدی دعوت میکنه شما رو آشکار دعوت نمیکنن، یعنی که بس خونه شما رو مشغول میکنه، شما رو به لهو و لغو مشغول میکنه دوستان. برای همین در این ما دور شدن از اینکه انسان ها یک فرض است. خیلی گفتیم ما سال آینده رمضان میبینیم نمیبینیم خدا میداند، آیا عمر ما هست یا نه سال آینده خدا میداند. چقدر انسان ها بودن همراه ما، باباهام و مادرام و بیبیهام و پدرام و عمک خاله تا چقدر دیگه گذشتن رفتن از اونها هیچ خبری نیست. دیگر آنها در قبر خود آرزو دارن که کاش که من زنده میشدم، همه رمضان روزه می‌داشتم و فلان فلان گناهام باید مغفرت میشد. اما دیگر الله تعالی برای اون فرصت نمیداد، اما برای ما فرصت داده است. یعنی این هم یک مهربانی خدا است که این ما رو الله تعالی در این ماه نصیب کرد. و در بدایت گفتم که گذشته سلف هم دعا میکردم برای چی؟ برای اینکه من خدا دیگر من شکر تو میکنم ای الله که مرا بازم فرصت دادی، باز دری خودت برای من گشادی، باز من گفته ایستادی که بیا مولا گناهات من بخش، که این برای همه نصیبم نمیکنم. خب یک توصیه دیگر دوستان، آدمایی که زیر دست باشن، مثلا شاید که اینجا برادرای هستن که رئیس باشن، مثلا شاید در این چند نفری که با ما هستن شاید زیر دست دارن، شاید مثلا یک دکان دارد، یک کارگر دارد، دو کارگر دارد مثلا، یا انسانی که با شما رفت آمد دارن، شونخیز دارن، انسانی که شما رو گوش میکنن، انسانی که شما رو دوست میدارن، اونها رو برادرها نصیحت کنید. هر چیزی که میشنوید، هر چیزی که میبینید، هر چیزی که مثلا معلوماتی که میگیرید با آنها رسانید و آنها رو توجیه کنید، راهنمایی کنید. چون که مسلمان همیشه انسان است که به همه دلسوز است. یعنی یک ویژگی و خاصیت اسلام همین است که شما چی دلسوزی همه هستید، به همه دلتون میسد، شما میخواهید که به همه نیکی رو رسانید عزیزان. برای من انسان مسلمان زیباییش هم در همین است. پیامبر برای ما مسلمان گفتن که مسلمان مثل چی است؟ یک عطر است، یعنی مثل یک مسک است که وقتی که تو اگر نزدش نشستی از بوی و به مشام تو رسیده میستد، یعنی که نیکی و برای تو رسیده میستد. این از خصوصیت انسان مسلمان. خب وصیت دیگری یا نصیحت دیگری برای مثلا انسانایی که در خانهشون هستند و با اهل خانواده خود هستند، نباید که اونها رو با پخت و پز مثلا مشغول کرد. مثلا گریم وقتی افطار وقتی دعا هست مثلا، یعنی چه خیلی میشه که مثلا زن از این چیز محروم شود، دختر از این چیز محروم شود، خواهر شما مادر شما از این چیز محروم شود. مثلا بعضی هر خیلی یک چند نمود طعام شد که سفارش میدن که همین طعام رو اجرا کنید، که این سبب چی میشد؟ اونها رو از محروم شدنشون از دعای پیش از افطار میشود که در احادیث آمده است که یکی از جاهایی که قبولی دعا است همین وقتی دعا افطار نزد وقتی افطار شدنش است، پیش از افطار است مثلا. برای همین باید که اونها رو به این چیز مشغول نکرد، چون که اونها رو قرآنشون رو خوانند، به حضور عبادت خودشون رو کنند. یعنی که باید که در مسئله خوردن، یعنی که همون خوردن اعتیادی عادتیه که ما داشتیم باید به همون شکل باشد، نه اینکه رمضان متاسفانه یک فرهنگ عجایبی است. نه تنها در جای ما، مثلا من چند دولتی که زندگی کردم میبینم که در رمضان دیگر اقبال مردم به خوردن دیگر میشود، اقبالشون به ذخیره کردن طعام و ذخیره کردن این چیزها برعکس زیاد میشد. یعنی که این ماه میگه که شما روزه داره کمبغلی رو احساس کنه، یعنی که با کمبغل همدرد باشه، با انسانی که گرسنه است همدرد باشه، با انسانی که تشنه است همدرد باشه. خصوصا این برادرای فلسطینی ما در حقیقت ما یک چند دقیقه پیش در اینستاگرام مونده بودم یک چیز نوار که به همین شکل استقبال داریم گفته در همین خانه، قبول رمضان رو استقبال داریم. لیکن باز خودم کامنت گذاشته گفتم که درست از ما استقبال داریم، لیکن دل ما ریش است، جگر ما ریش است. برادرای ما در عذابن، برادرای ما در وزنینی هستند، دیدید حالتشون چه خیلی است برادرها. یعنی که نه تنها اونجا مثلا بالی سرشون بمب ریخته ایستادن، نه تنها بالی سرشون موشک ریخته ایستادن، تیرباران دارن برادرای مسلمان ما رو، بلکه اونها رو باز گشنگی، یعنی که تهدید داره. یعنی اونجا میلیون آدم، صدها هزار آدم رو
گرسنگی تهدید دارد. خصوصا یعنی که اونو شاید که روزه برای اونو چند ماه است که روزه دار هستن بشورو، چند کودک مرد، چند زن از مرد، چند زنهای حامله مثلا بچه هاشون مرد. یعنی که یک چی میگه وزنین از در حقیقت حالتی برادرم. یعنی که یک نمود ما در همین رمضان اگر همین تعام خودمون به یک ترتیب دراریم، یک نمود همدردی با هم برادرم است. یعنی اخیراً انسان مثلا گویم که وجدانش مثلا چی میکنه، وجدانش عذاب میده که من چخیل اینجا به این قدر نعمت و ناز باشم برادر ما در این شک باشه. خب این چیز عبارت از چی است برادر؟ از صلاح الدین ایوبی اومده است که صلاح الدین ایوبی میگفت که من چخیل خندم، چخیل من خنده کنم و خرسندی کنم که حالا قدس آزاد نکردم. میگفت یعنی ما هم دیدیم ما از هیچ چی نامدید یک اون کمکی کردن نتونستی زدن با مثلا برادرای چی فلسطینی ما، مثلا برادرایی که در غزه هستن، مسلمان ها هستن، ما یک امتیم. پیامبر علیه السلام گفتن که مثل المسلمی، مسلمان گفتن با هم دیگر یک مثل جسد الواحدی اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. یک جسدیم که میگه یک جای درد، یک جای بدن درد کنه تمام بدن تمام شب زنده میشینه، بیدار میشینه. یعنی که دندان درد کنه فقط که میگه دندان درد و چشمت خواب نمیاد، که مثلا گوشت خواب نمیاد، بدنت همه جای بدنت بیدار میشه و درد احساس میکنی. یعنی که بنابراین اقلا یعنی که در همین ما وجدان ما باید که ما رو وجدان ما باید ما رو با اون تیله کنه که اینقدر اسراف در خوردن نکنیم، اینقدر اسراف در تنوع طعام‌های گوناگون نکنیم. یعنی که من نمیگم که این کار حرام است، لیکن یعنی که چه خیلی ایمان انسان میبردارد که انسان به همین شکل مثلا روزه داره، به همین شکل روزه داره که در اونجا آدم‌ها یک خرما نمیبن، یک نان نمیبن. روزه شد که بعضی دخترچه رو نشوندن در ویدیو که دیده که علف میخوردن، مثلا علف هم خوردن، گیاه هم خوردن، برگ هم خوردن. خب بنابراین همین ماه یعنی که ماهی است که ما رو احساس میکنه درد دیگران رو، یعنی که برابری رو احساس میکنه برای انسان. برای عزیزان همین برادرای فلسطینی ما رو فراموش نکنیم، در حقشون دعا کنیم الله تعالی تستر این دشمناشون رو سرنگون کنه، الله تعالی این بلا رو از بالای اونها دور کند که نه پیر مثلا ایمین مونده است، نه یاش و نه جوان و نه کودک و نه طفل شیرمک و هیچ کی از دست اون دشمنا در آرامه نیستن، در ایمنی نیستن. در حقشون دعا کنیم. همون وقتای دعا رو برادر رو چی کنیم، اقلا این حق برادرش همین قصد، اقلا همین دعا رو ما باید که فراموش نکنیم. یعنی احساس کنیم اونها رو، حس کنیم که همین خیلی برادرایی داریم که چیان در همین حالت قرار دارن. یعنی که اینقدر بی انصاف نباشیم، اینقدر بی وجدان نباشیم که اونا در اون حالت هستن ما به این حالت باشیم. خب یعنی که مسلمان باید همیشه همبستگی رو احساس کنه. اونا رو هم دیگر اقلا گوین که خیلی برادر ما اقلا برای ما شده، خوشون از همین قدر نوز و نعمت رو نگه داشته شدن که یعنی که وجدان اونها به این چیز طاقت نمیکند که اینقدر مسلمان اونجا صدها هزار مسلمان گرسنه و تشنه باشند و اینجا انسان در فکری همون در افطار چی خورد و در سحری چی خورد و باشه. الله تعالی ما رو از این نمود بی غیرتی و از این نمود بی فکری و از این نمود دوری از همبستگی نگه داره. این در حقیقت بلا هست برای امت اسلامی. خب عزیزان، توصیه دیگر این است که مثلا انسان بیکار بازار نرود، بیکار مثلا سوپرمارکت ها نرود. خب گرسنمون به تاب خورده بیام این طرفو نرود. چرا؟ باید که خیلی گفتیم همین روزها غنیمت هم ببینید چه خیلی تیز میگذره میره در رمضان. باید که به طوری ماکسیمالی باید با قرآن مشغول باشه. اگر حاضر یادتون باشه براتون ما گفتیم ماه مهمان است. یعنی گوش کنید، مهمون پیامبر علیه السلام چی گفتن در حدیث؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی ایمان به الله دارد، کسی به ایمان به آخرت دارد، مهمانش احترام کنه. یعنی که ماه مهمان است، این ماه میباید تیز میرود برادران. بنابراین حرکت کنیم که این ماه خفه نکنیم از خودمون. خیلی ما حرکت میکنیم میگم مهمان در خونم بیاد، حرکت میکنیم که مهمان چی نشود، خفه نشود، مهمان از خون ما سر رود، از ما راضی رود. اینجوری همین شکل است عزیزم. یعنی حرکت کنیم که همین ماه که مهمان ما هست، این ماه که ماه الله تعالی هست، از ما خوش و خرسندانه رود.
توصیه دیگر عزیزان این است که انسان حرکت کند که 10 روز آخر رمضان قیام اللیل فراموش نکنه، که این 10 روز آخر دورای شب قدر است و حرکت کنیم که همین شب‌های 10 شب آخرش رو از دست ندیم، فضیلت همین شب رو از دست ندیم، چون که 10 شب است. ببین یعنی که از 365 روزی که ما داریم، اگر به گریگوریانسکی کلندر گوییم، یا 355 روزی قمری که ما داریم، 10 روزش یا 10 شبش، روزش نه فقط شبش، یعنی اگر 12 یک شب اگر ما 12 ساعت هم حساب کنیم، در 100 ساعت میشود مثلا 10 شب، یعنی که 24 ساعت با تقسیم کنیم که 4 روز میشود که شب و روز که گیریم. نه خود ما در یک سال نتونیم که 4 روز خودمون برای خدای خودمون صرف کنیم، برای همون برای خاطر چی گناه بخشش دادن ما، برای خاطر رفع درجات خودمون، برای خاطر آبادی آخرت خودمون است. خب یعنی که نصیحت این چی بود؟ انسان باید که 10 شب آخر رو حرکت کند، زنده دارد در این 10 شب آخر حرکت کند، شب قدر دریافت کند که برابر با 1000 ماه است. خب یک توصیه دیگر است که برادر اگر فرصت باشد، مثلا اگر یکم مشکلی عملی نباشد، انسان میتونه که اعتکاف کنه. اعتکاف هم یک سنتی است از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است و حرکت کنیم که اعتکاف کنیم در رمضان. مثلا 1 روز میتونی، 2 روز میتونی، 10 روز میتونی. افضل است البته انسان 10 روز آخر رمضان اعتکاف کنه. اگر نتوند 1 روز، نتوند اگر 3 روز، 5 روز، چقدری که میتوند، یعنی که با حد توان خودش مثلا اعتکاف شند. یعنی که در خیلی گفتیم 10 شب آخر که شبی از همه با فایزترین بهترین شبها هست، انسان باید که به قدر میتواند بسیارتر از این شب برای خودش نصیبه کنده گیره و الله تعالی از اجر این شبها برای ما رو محروم نکند. خب برادر، همین یعنی که بعضی توصیه ها که میخواستیم برای شما گویم در این ماه عزیزان بیننده، که این در حقیقت برای هر کی نصیب نمیکنه که این ماه با اون شکلی که خدا راضی هست با اون شکل گذرانه. اینو برمید الله تعالی مسئلت کنیم که ما را از جمله اون بندگانش گردونه که همین ماه به طور باید و شاید به فایده خود، به فایده دین خود، به فایده آخرت خود استفاده برده باشیم. انشاءالله امیدواریم که الله تعالی ما را از این چیز محروم نخواهد کرد. دوستان عزیز، خب شاید سال آینده خیلی چی کرده بودیم، بعضی کتابا رو میخوندیم اینجا، شاید بعضی تفسیر باشه، شاید بعضی کتابای تزکیه نفس باشد. به فکر من تزکیه نفس هم خوب است، چون که رمضان انسان یعنی که یک زمین کشتکاری خوب میشود که میشه که در اونجا نهالهای خوب کارید، نهال خوب از ایمان و از دوستی و از برادری کارید. خب برای همین چی کنیم؟ خب چیز دیگری که میخواستیم در اینجا اضافه کنیم این است که نیت خیلی ضرور است برادران. نیت ضرور است به معنی اون که عبادت وقتی میکنید در اون عبادت باید که انسان خالص به الله تعالی توجه کنه. یعنی وقتی قرآن هم میخوند نیتش باید فقط خدا باشه، نیتش رضاگی الله تعالی باشه، حرکت کنه که در نیتش خلل وارد نشود. چون که پیامبر گفتن که انما الاعمال بالنیات، یعنی که عملهای شما وابسته به نیتتون است. وقتی که انسان نیتش که ویران شد عملش هبطه است. خب من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه، مگه کسی که عمل کرد عملی رو و در آن غیر من رو شریک کرد، من میگه عملش هم ترک میکنم و هم شریک واردکش هم ترک میکنم. یعنی حدیث معناش این است که وقتی ما یگون عمل میکنیم، یگون عبادت میکنیم، باید که فقط اخلاص به الله تعالی باشد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. عمل صالح کند و با خدای خودش شریک نیارد. اینجا با خدای خودش شریک نیارد یعنی که اخلاص کند. تفسیرش هم گفتن علما، یعنی که ریا معناش شرک است. چرا در حدیث اومده است پیامبر گفتن که ریا شرک است. چرا؟ چون که تو
عمل میکنی برای اینکه دیگران تو ببینن، دیگران برای اینکه تو تعریف کنن، دیگران تو رو توصیف کنن. خب برای من روزه هم بینتون برادرو در حدیث آمده است که خودی روزه رو من در نظر دارم که این مثلا روزه چیزی هست که انسان ریاکار نمیتونه دارم. یکی مثلا در قرآن خوانه ریا کردن ممکن است، در صدقه ریا کردنش ممکن است انسان، در نماز نفلی انسان ریا کردنش ممکن است، لیکن در روزه ریا کردن امکان نداره، چون که عمل بجایی است انسان، مثلا بین خودی بنده بین خدا هست. خب برای همین ثوابش هم بسیار شد روزه. الله تعالی گفت که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انسان روزه صبر میکنه از طعام نخوردن، از نزدیک نشدن به زن، از آب، از مثلا تشنگی، همین صبر میکنه. برای ما الله تعالی گفت که من خودم میتونم، گفت اجر انسان روزدار من خودم میتونم، یعنی که حساب نداره. برای چی حساب نداره؟ برای اینکه انسان روزدار در عملش ریا کردن نمیتونه. خب دوستای عزیز، ما برای چه مثلا قرآن خوانی ذکر کردیم اینجا؟ قرآن خوانی مثلا شاید که انسان درش قرآن میگیرد یا اینکه تلفنش میگیرد در اونجا قرآن هست، یعنی که همونجا باید که حرکت کنه که در نیتش چی نغلطه که مثلا پیشنگی انسان منو بینه که من قرآن خوندم یا اینکه من یا آوازش شنوم، حرکت کنه که مثلا همین خونه که انسان دست تلفن هم باشه فکر کنه که تو دیگه چی تماشاگری شروع باشه. هر قدر که همین عملت پنهان کردی ثوابش همین قدر بسیار میشه. هر قدر که انسان حرکتی به دیگر رو بیناندن یا شنواندن عمل خود چه کند، این دیگر از اون عملش هیچ ثواب نمیگیره، فقط همون مندشتونش فقط خودش عذاب دادنش میمونه و خلاص، آیا فایده نداره. خیلی در حدیث آمده، در آیات آمده است، الله تعالی میگه که وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی نارا حامیه. یعنی در اون روز در اون روز قیامت، این روزهای هستن که غبارآلود هستن، چهره‌های هستن که چهره‌های سیاه شده هستن. برای چه؟ چون که عاملة ناصبة تصلی نارا حامیه، یعنی که اونها عمل میکنن خودشون عذاب میتین. عامله ناصبه یعنی که عمل کننده خدا، غم دهنده خدا، مونده کننده یا خسته کننده هستن، لیکن با وجود این عمل کرده خودشون مونده کنن به دوزخ میروند. گفتن چرا؟ برای اینکه عملی اونها برای غیر خداست، برای الله تعالی نیست. برای حضرت عمر وقتی که همین انسانای فتح بیت المقدس رفتند و بیت المقدس فتح کردن، دیدن که در بعضی غارهای همون کوههای اطراف بیت المقدس بعضی همون پاپ ها یا اینکه منخ هایی که خودشون نظر کرده در غارها به عبادت، سالها در عبادت مشغول بودند و برمودن رنگ و روشون کندگی، رنگاشون زرد، احوالشون خراب، چون که در اون غار زندگی میکنن، یعنی که خانه ها رو پرفته بودن، زن و بچه رو پرفته اونجا رفته بودن. حضرت عمر گفت امین آیات خوانده، گفتن که بیچاره بنفتن سالها عذاب میکشن، عبادت میکنن، لیکن این کاری که میکنن میگن برای خدا نیست، این کارو میکنن موافق شریعت نیست. برای این کارشون برای اونو یگان معنی نداره، برای اونو یگان فضیلتی نداره. گفتن رضی الله تعالی عنه. خب توصیه دیگر این است که برادران هر یک تیما یک صندوق تشکیل کنیم خانه. صندوق یعنی که کپیلکه گوییم، مثلا همونجا برای رمضان صدقات جمع کنیم در خانه، مثلا گوییم 20 روز اول، 25 روز اول، مثلا 25 روز اول بیام جمع شویم مثلا خانه. میشه برادرایی که مثلا با شما فرزنداتون با شما هستن یا اینکه مثلا در عائله خود هستید، بهتره که با اونها مصلحت کنید، یعنی اونها رو تشویق هم کنید برادرای عزیز. یعنی که هم خاندان خود مثلا در خانه مثلا همه شنه که به همین صندوق همین ما حرکت میکنیم که همین صندوق صد خیرات خانه ما، عائله ما بگذار 200 سامان شود، با شرایط داره مثلا که 500,000 سامان شود، 2000 سامان شود. این از شرایط هر یک برادر بیننده وابستگی داره. مثلا میگه که هر روز کنی ببینیم که هر کی چقدر صدقه میکنه، یعنی که بین اونها میشه بین بچه‌هاتون مسابقه تشکیل کنی. شاید هر یک ما کودکای مایده داریم، کودکای ما کپیلکه دارد خونه، مثلا جای تنگاشون میانزن جمع میکنن، یعنی که از کودکی اونها رو به ایثار، یعنی که از خودگذشتگی باید تعلیم داد عزیزان. هم رمضان در ذهن اونها باید که ما جا کنیم.
امروز خیلی مشکل شده است. یعنی که ما در یک زمان زندگی میکنیم که این دشمنا هم از درون اسلام ما دشمنا داریم که خودشون مسلمان میگیرند و ترغیب و تشویق مثلا bayram میکنن بین مسلمانان، هم از غیر مسلمانان داریم که بچه ما رو امروز حرکت میکنن که ذهنشون رو bayram کنند، در ذهن اون چیزی مقدس نماند فکر. یعنی که اونها میخوان که قداست همه چی رو زیر پا کنن، چی قداست رمضان باشد، چی قداست دین باشد، چی قداست حجاب باشد، و چی قداست قرآن باشد، و چی قداست علمای دین باشد، و چی قداست دیگر باشد، همه اونها رو زیر پا کردن. اگر توی و من نوی مو کودکای خودمان هم میده خونت از تی هوش کی حساب کتاب نمیکنم مثلا، یعنی که یکون جای خوف و خطر هم نیست. تو بچه خودت تربیت داری که بچه‌م این ماه همه ماه هست، ماه است که انسان باید خیرات کنه، ماه است که انسان دیگر رو باید دستگیری کنه، ماه است که انسان باید که از پی مثلا فکری خودش نه بلکه از فکر همسایه‌اش و کمبغل و بیچاره و بیوه و برادرای مسلمانش باشه. بعد در شب 25 کپیل که میکشه میگه که مثلا ما پلان ما باید که چند قدر میشد 200 تومان میشد، مثلا اویلی که کمتر کم دخلش کم باشد، اویلی که مثلا دخلش هم بسیارتر از مثلا 2000 یعنی چه خیلی گفتیم 1500. بعد میگه که ما پلان موندیم الحمدلله پلان گذشته است، ما 200 گذشتیم، بچه‌ها یک شکر میکنی، هر یک با تعریف میکنی، درخشون دعا میکنی مثلا بین خود، یعنی که در اویله. بعد هم پول میگیری شب 27 با اجر و پاداش صدقه بسیارتر است عزیزان. بهتره که هم پول باز شب 27 بین هم بیچاره‌های محلت کمبغلای محله یا خیشتبارا مثلا برای سیلی رحم همین چیز تقسیم کردن ممکن است. هم رمضان کردی هم صدقه کردی. مثلا میشد که غیر از این صندوق خیریه که مثلا در اویل میشود، میشد که یک چی تشکیل کرد، یک هر روز مثلا برای مثلا خیشو یا یکون کمبغل فقیری که در محلتون هست میشه که برای اونو طعام درست کنیم. مثلا میگه که خب امروز کی مثلا طعام میبرد، چی تیم مثلا بچه رو باید چی کنیم، یا تیم که کمتر به ایثار چخیلی کتاب از خود گذشتگی باید اون رو تعلیم داد است، چون اسلام در همین چیز است، اسلام زیباییش در همین چیز است که این چیز مثلا آدم هم خیلی تربیت میکنه که دیگر نفسش بد نمیشه، یعنی که در فکر دیگران میشه. پیامبر در حدیث گفتن که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، یعنی که آنچه برای خودش دوست می‌دارد برای برادرش دوست ندارد ایمانش پر نمیشه. گفتن تو همین کارو نکنی ایمان پر نمیشه. بنابراین هستن انسان بیمار است، کسل است، یک جای هست، زنی که بیوه هست، مثلا زنی که شوهرش مردگی است، شرایط نداره. اگر ما همون به همین شکل دستگیر نکنیم، همین ماه باید که احساس کنیم که این در حقیقت ماه خدا هست، این ماه مهمانی هست که یعنی که با دستاویز خونشون میآید. کمبغل رو باید احساس کنن، بیچاره باید احساس کنن، بیوه باید احساس کنن، باید بیچاره که از شوهر جدا شدگی و حس کنن که یه ماه در حقیقت ماه خدا هست، این ماه ماهی مهمان است که به خانه اونو چی میارد، طعام میارد، اون یعنی که یک دستاویز میبره که وای ها در این احساس میکنه. مثلا اگر ما همین کار نکنیم کی میکنه عزیزم؟ برای همین کودکان در همین روحیه باید تربیت کنیم، بعد در ذهن اونو میشنن چیزی که ما در کودکی میکنیم همون چیز در ذهن اونو میشنن. برادرو وقتی میشنن مثلا خیر بسم الله گو، وقتی طعام خوردنش که بسم الله گو، وقتی از جا خستن من ذکر این ذکر فلان ذکر، وقتی خانه دارم به بسم الله دارم، از خانه دارم برام بسم الله برو، همه اونا برادرو ذهن اون کودک یعنی که شما پر به همین چی میکنه با پرستش و عبادت خدای خود. این مشکل است درست، یعنی که تربیت بسیار فکر میکنن که تربیت چی است، پوشاندن و خوراندن است خلاص. همین من میگم پولش من تیم پولی مکتب بشه خونونم شکمش سر باشد احتیاج نداشته دیگه میگن تربیت همین. تربیت این نیست. تربیت باید نشانده گفتن که بچم آدم پیش از خوردن بسم الله میگه، آدم وقتی کلان دید السلام علیکم میگه، وقتی خونه در اومد السلام علیکم میگه، احترام میکنه بابای خودشه، بیبی خودشه، همسایه خودشه. تربیت همین است. باید که ما در همین چیز کوشش کنیم دوستان عزیز. خب یعنی که باید که بچه ما رمضان احساس کنن، باید مثلا بین مشرک و کافر و حاضر همین خیل چی دارن حرکت دارن که ایدای خودشون یولکه میمونن یا اون چیز دیگر میمونن،
ترغیب میکنن که من همین، یعنی که برای خودشون چی دارن، رمزها دارن در ایده خودشون. خب همون رمزها رو که تشویق میکنن برای. اما شما بچه خودتون همین رمضان رمزیت باید در دلش جا کنه. رمزیت رمضان باید در ذهن بچه ما جا شود. و الا این ایده های زیادی که امروز هر روز پیدا شده است و بافته برآمده شدن، پگه رمضان تنگ میکنه دایرش. برای من از عزیزان التماس میکنیم، خواهش داریم برادر عزیز همچون مسلمان با هم توصیه میکنیم. این چیز یعنی که وظیفه ما باید که یادگارمون رو یادآوری کنیم، به یادگارمون باید که مصلحت‌های نگیم. خب چون که بسیار مسئله کودک و مسئله برای ما شکایت میاد، بچه‌ها می‌نویسن حقیقی بچه‌م منو گوش نمیکنه، بچه‌م یک راه شده است، بچه‌م این شده است. آخه همین از خودمون خیلی وابستگی داره که در خانه چگونه با اونها برخورد میکنیم. یعنی که باید اونها رو احساس کنیم که اونها یک پارچه ما هستن، احساس کنیم که اونها عزیز دلی ما هستن، احساس کنیم که اونها بچه‌های ما هستن، ما به اونها نزدیک هستیم، در فکر اونها هستیم، یعنی در فکر تربیت اونها هستیم. تا همین چیزا ما برادر اگر به همین شکل نکنیم، یعنی که برای چی میگم، چون که در حقیقت بچه‌های حاضر فکر میکنم من خیلی ضیق میشم که آینده همین نسل شبکه‌های اجتماعی، یعنی که به اصطلاح سوت میگه که همین اینستاگرام و چیز، خدا من چی میشود. یعنی که اگر ما در خونه اونها رو محافظت نکنیم، در خونه کنترل کردن یاد ندیم، دیگر پگه اونها رو این همین رقاصه و دیگر همین به اصطلاح چی ها اونها رو کنترل بکنن، اونها دیگه تربیت میکنن با رقص خودشون، با اون شعرهای خودشون، با اون باطلی خودشون. بنابراین خیلی ما در همین عصر، یعنی که دشمنان خیلی زیاد است برادر. بدی این عصر در چی است؟ دشمن در خونت توی هجوم میکنن، همین تلفن وقتی توی هجوم میکنن. برام باید بیدار شد، باید خوب در این اطراف این مسئله فکر کنید دوستان. همه ما باید فکر کنیم، من فقط شما رو نمیگم، همه ما که امروز همین چیز چی است، یک بلا شد، درست کار ما رو آسان کرد، رفت همه چیزا مشکلی خیلی آسان شد، لیکن باز چه کرد؟ ویران شوی نسل ما رو نیز آسان کرد، تقلید کاری رو آسان کرد. یعنی یک چیزهای خیالی دارم، مثلا بعضی خانه های نشان میدن، بعضی مثلا به اصطلاح در این کینوهای و سریال ها مثلا معامله گویی که زن و شوهر نشان میدن که اینا خیلی خوبند و میبرن بوسه میکنن، بدارن بوسه میکنن، یعنی که همش یک ساختکاری هست یا خیانت بین زن و شوهر است، شوهر بده یک از زن بده یک از، همه این چی است؟ ترغیب کردن به همین کارهای حرام است. همین عصر همین عصری است. بنابراین وضعیت ما، مسئولیت ما خیلی وزین است. مسئولیت ما در نزد الله تعالی وزن، در نزد نسل خود ما وزنی است. پگه هم بچه که تو تربیت نکردی اینستاگرام تربیتش میکنه، تو تربیت نکردی فیسبوک تربیتش میکنه، تو تربیت نکردی یوتیوب تربیتش میکنه، تیک تاک تربیتش میکنه، با دیگه وسایلی که حالا میبرد اونو تربیت میکنن بچه تو. میخوای که بچه برون هم که گوشت لحم پیشکش کنی، هیچ کی نمیخواد این. برای همون باید که از خونه، از این کودکیش ما باید از دستش گیریم. یک روز یک ساعت باید، کار زیاد نمیخواد از ما، یک ساعت با همون نشستن، مثلا یک ساعت پدر شینن، یک ساعت مادر شینن، یک ساعت باز یکم اکاش هست یا که خواهرش هست یا که اپش هست، مثلا اپش مثلا شدن. اگه ما با لفظ خود ما خواهر گفتم، هم اپا رو در نظر دارم، برای ما خواهر گفتم، فکر نکنید که چه خرد کلام رو تربیت میکرده است. ما لهجه خود ما میگیم که خواهر یعنی که هم از خود کلان خواهر میگیم، هم از خود خرد خواهر میگیم. بعضی تاجیکستان بعضی لهجه اپا میگن از خود کلانشون. خب یعنی که اگر یک ساعت همه هر یک از عضو عائله مثلا نشست با کودک میده، ببینید چه تغییرات میشه. یعنی که یکی از مشکلی ما این روز این است که کودک گیره کرد تلفن میتونن که بازی کنه. این مشکلی است. الان تو تربیت کودک به اون تلفن داده شده، تو خودت باید چرا پیشتر مثلا بیبی های ما گیری میکردیم، مثلا اون بچه‌های ما خودشون مثلا چی میکردن. یعنی که یک باید که انسان مهر خودشیت بمیشه. یعنی یک چیز خیلی مهم است که در این چندین حلقه کردم ممکنه در اطراف همین چیز تربیت کودک بود. خب این همین است برادر، بعضی چیزایی که میخواستیم برای شما بیان کنیم در این شب مبارک، در اول شب خواستیم که از اول شب با شما باشیم ان شاء الله تا آخر رمضان یک جای هستیم نصیب باشد. من تا قوت دارم ان شاء الله هر شب همین در همین ساعت، مثلا ساعتی
یک با وقت مسکو و با وقت استانبول ما انشالله همه حلقه خود پیشکش میکنیم دوستان. به فکر من سال گذشته هم در این ساعت داشتیم. برای چی؟ برای اینکه یک وقتی هست که میانه هست، هم برای مردمی که تاجیکایی که در روسیه قرار دارن، اکثرا در مسکو و اطراف مسکو و این طرف و اون طرف، هم تاجیکایی که دیگر طرف اورال هم قرار دارن، در اونم وقتی سحر خوری هست. هم مثلا در تاجیکستان هم خیلی وقتی سحر خوری نشود مردم خسته باشن برای سحر خوری حاضر. سال گذشته که همه خیلی بود، مقصد مردم در وقتی سحر خوری شما بود صحبتی ما هم برای سحر وقت میمون، مثلا وقتی صحبت میکردیم نیم ساعت بود و یک ساعت. برای همه وقت اختیار کردیم عزیزان. انشالله شاید شبای آینده یکون کتاب میگیریم، یکون تفسیر میگیریم. رمضان که ماه قرآن از حرکت میکنیم، یکون سوره های مایده را قل تفسیرش برای شما بیان کنیم با هم البته. بعد باز امید میکنیم که الله تعالی از نیکی های این شب ما رو محروم نکند و از جمله بندگان قرار دهد که این شب را فرصتی، این شبها را فرصتی مناسب برای خود را از آتش دوزخ خلاص کردن یابند. این شبها فرصت های مناسب است عزیزان. حرکت کنیم که تا آخر ماه به مغفرت خدا کامیاب شویم. چون که شخصی که رمضان را دریاب میکند و در رمضان بخشیده نمیشود و در حقیقت انسان بدبخت است. بدبخت همون آدمی است که در 30 شب نتونست که اگر به همین گپی تاجیکی گویم دل خدای یابد، در 30 شب نتونست که خدای خودش راضی کند، در 30 شب نتونست که از خدای خودش عذر پرسد. یعنی که در حقیقت باید بنده ناکامی هست. از الله تعالی مسئلت میکنیم که ما را از اجر و پاداش این نشست محروم نکند عزیزان، و برای ما اولا اخلاص نصیب کند که نشستی ما نشستی مخلصانه برای الله تعالی باشد، خالصانه برای الله تعالی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا برادر سوال دادن که اویلی من میگه حامله دار است، روزه گیرد نگیرد. برادر حامله دار یک چند حالت دارد. مثلا میشه که بعضی حالات میشه که زنک ضعیف است، اگر روزه دارد یا برای خودش خطر است یا برای کودکش خطر است، یا زنهایی که شیرخوار دارن به همین شکل کودکای شیرخوار دارن. عادتا اگر زن بنیاد قوی داشته باشد مثلا میتواند روزش باید گیرد در همین ماه. نه اگر دکتر گوید که ضرر دارد برای خودش و برای کودکی که در شکمش است، در این حالت میتونه که روزش خورد و بعد در دیگر وقت قضا گشته دارد. خب میگه که ما در روسیه هستیم، میگه 8 رکعت تراویح میخوانیم، آیا جایز است یا نیست؟ خب برادر من نمیدونم سبب چی بشه. اگر در مسجدی که میخونه همین رکعت نماز میخونه باشد، قطعا جماعت خیلی میخونن، خوند 20 رکعت خوند 20 رکعت خوند 8 رکعت خوند 8 رکعت خوند. در خونه هم خوندم به همین شکل. مثلا که من از نمیتونم شما بگم که ایلا بیلا 20 رکعت خونه یا ایلا بیلا 8 رکعت خون. چرا این چه گفته نمیتونم؟ برای اینکه یک عبادت سنتی هست برادر، عبادت نفلی هست. چه خیلی ما بگم که مردم باید که همین نفله باید که این قدر خونه یا که باید این قدر خونه. این مسئله هر سال میشه. من نمیدونم چرا این مسئله هیچ وقت پوشیده نمیشه. باید مسلمانان نمیدونم خود دیگر کاری نداشته باشد. 8 رکعت خون 20 رکعت خون این قدر خون اون قدر. این نماز نفلی است برادر. هر قدر میتونی خون، مثلا میتونی که 40 رکعت خونی، مثلا اگر همت داشته باشی و دوست داری الله تعالی باشه میتونی 2 رکعت خونی. مثلا اگر واجب میشه کار میکنی، مثلا تو بیتون بکشونه روزانه، مثلا من تو نمیگم که 20 رکعت ایلو بلا خونو از کارت مام مثلا. بنابراین این به همت خودت وابسته دارد. خیلی گفتم همین شهر تو همین ماه خیلی میخوای استفاده بری برادر. هر قدر که نفل بسیار خونم که ثوابت بسیار است. خب دیگه سوال نمیده برادر، دیگر همین قصه سوال داشتیم. انشاءالله خیلی حالی شب اول است. انسان با دیگر انسانایی که میشه تشویق کنیم به همین نشستی رمضانی ما. امیدوارم که خیلی گفتیم رمضان این نشستی برای ما فایده‌ناک باشه. الله تعالی مبارک گردونه برادر رو بار دیگر رمضان. شکر کنیم که خدای تعالی ما رو به همین شب‌ها نصیب کرد، به همین روزها نصیب کرد تا میتونیم همین چیزا که در همین ماه تطبیق کنیم و خداوند تعالی نزدیکتر شویم. فردا انشاءالله باز در همین ساعت با هم دیگر ما میخوریم تا روز آینده.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله. برادران اینجا سلام دارستان خیر. سلامشون علیک میگیریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. الحمدلله نازم تینجم شکر. خب دیگه به فکرم دوستان سوال و جوابم نیست انشالله. امیدوارم در شب‌های آینده میشه. خیر حرکت میکنیم که در آخر چی کنیم سوال جواب کنیم هر شب. اشما راضی باشه برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از همه مولات الله راضی باشد، از بندگان دوست داشته خودش قرار دهد. یعنی که ما نیت ما همین است برادر، یعنی که یکدیگرمون رو کمک کنیم در همین ماه. خودم نشسته که داریم انشالله برای ما اجر است، چرا که ما نشستیم فقط برای خاطر الله، فقط برای خاطر یکدیگرمون رو به خداوند یادآور کردن. اینکه دیگه غرضی نداریم، ما یگان غرض دنیوی نداریم، یگان غرض سیاسی نداریم یا دیگر چی نداریم. ما فقط همین غرض ما چی است؟ با همدیگر همصحبت شیم و یکدیگرمون ترغیب به همین ماه خوب گذراندن، ناز گذراندن باشیم. زن میگه سوال داره اینجا، خواهر که زن امام شده نماز تراویح خواندند، خودشون جماعت زنان میشود خوانند؟ بله. فقط این که میگن که زن مقصد وقتی امام شد در همون بین جماعت میستد، یعنی که مثل که امام مرد در پیش میستد نیو زن، یعنی که در بین همون صف امامشون هم در بین خودشون میستد. به همین شکل میشه نماز تراویحشون. الله تعالی تراویحتون رو قبول کنه. یعنی که در حقیقت انسان خرسند میشه وقتی میبینه که ای خواهرای اسلامی مثلا در این چیز چند در این چیز خیلی حریصند. حرص یعنی که حرص به معنی خوبی است. حریص یعنی که تلاش. حرص میگه معنی تلاش دارن که همین چیزا به طور کامل چکنن. در حقیقت ببینید در حقیقت زنها از مردا در حقیقت در این مسئله تلاششون زیادتر است برادرای عزیز. خب دوستان درباره رافضا سخن کنیم برادر. بیایم در موضوع رافضا رو ما انسان نمیشته که چیکار ما گفتیم که این ماه عبادت از ماه قرآن است. حرکت کنیم در به همین چیز مشغول شیم دوستان عزیز. حرکت کنیم با او وقتش بیاد ان شاء الله اطراف صحبت میشه. چون که ولی نواری که کردیم ولی دوام داره برادر برای اونها. قسم دوش هم است، سهش هم است، چهارش هم است. ان شاء الله میبره همش شبه هایی که آوردگان اطرافش صحبت شده است ان شاء الله. این برادر ما میگه که 10 رکعت خانه میشه برادر. من گفتم که این نماز نفلی است. تراویح نماز نفل است. هر قدری که در توانتون باشه، خصوصا بچه‌ای که رسی هسته باید که همین چیز احتیاط کنه که مثلا کار میکنه عذاب است. یعنی که خود منم در وطنم باشم مثلا کار میکنم در عذاب هستم بچه‌ها. خب باقی روز ما میخوام بازار میروند شاید که همش خواندن. البته انسان خواند بهتر است. ما گفتیم که حرکت کنیم در این اجر و پاداش بسیارتر گیریم. اگر انسان خواهد که اجر و پاداش بسیار گیرد نماز هر قدر که بسیار خونه خوب است، هر قدر جماعت رو ختم ها رو مثلا در مسجدهای کلان شاید ختم ها بشود، در بعضی مسجدهای غیر از جامعه هم ختم ها بشود. چقدر که ختم بسیار کرده، چون که ماه رمضان ماه قرآن است، ماه ختم است، ماه قرآن خوانی هست. حرکت کنه که در همین چیزها اشتراک کنه در ختم ها. مثلا من یاد دارم که موسفیدایی بودن که در جای ما پیشتر وقتی ما کودک بودیم برادران سال 88 89 وقتی ختم شد در شهر ما 2 قاری بودن، 2 دانه قاری مونده بود از زمان همون سیوس. ولی بچه‌ها یاشون اینقدر حال قاری نبرامده بود در اون شهر سال 88 89 2 قاری داشتم که هرشون هم به هم اشتراکچی جنگ بودند. یکیشون انیق بودن، دومشون نمیدونم، یکیشون 92 ساله بودن، یکیشون قریب 80 چند ساله بودن. در 5 شب یا 6 شب ختم میکردن. یعنی که باید که هر شب 5 بار یا 6 بار قرآن میخوندن در این 20 رکعت تراویح. انسان میرفتن راست میسون اطرافمون نماز میخوندن. بعد از این مسجد جمع با مسجد جمعه دیگر میرفتن با یعنی که شاید که قسمی زیاد همین جماعت میرفت با قطعی اونا در اون مسجد هم نماز میخوند. یعنی که تراویح ختمه.
اینجا ختم میکنن، اینجا دیگر رفت ختم میکنن، هر جایی که قرآن میرسن ختم میکنن. یعنی انسانایی میدونیم که شاید سواد خواندن قرآن نداشتن، لیکن خیلی تلاش میکردن که از این ختم محروم نمونن. میرفتن ختم میکردن قطعی همین قاری ها. مثلا کدام مسجد نرفتن ختم میکنن. گویا میشه که قاری ها در یک شب، در 3 شب ختم میکردن. در استراحتشان من در نظر دارم. برای این باید که همت بلند کنیم و حرکت کنیم که در نماز از ختم مانده نشیم. کسایی که ختم کرده نمیتونه برادر، کسایی که ختم کرده نمیتونه، مثلا که قرآن خوندن نمیتونه، بشاید که گوش کنه هر روز. ما یه نواری گذاشتیم، شاید بعد از 1 ساعت میفراد در نجم تیوی. اونجا درباره چه خیلی ختم کردن قرآن آمده است. در فیسبوک گذاشتم، لیکن در وای نو میفراد. اونجا یاد میتونم مثلا قرآن مثلا میشه تقسیم کرد، یک پاره مثلا 5 قسم یا که 4 قسم تقسیم میکنه. هر روز 4 صفحه و 5 صفحه خونه ان شاء الله در رمضان ختم میشه. برای خدا گوش کردن کتاب میشه، خوندن نتونی گوش میکنه. عزیز برادر عزیز، ان شاء الله یک ختم ثوابش میگیری. خب برادر گفتن که شما رو دوست میدارم، برنامه‌تون انتظارم. الله تعالی شما رو هم دوست دارم برادر. احبک الله الذی من اجل احببتنا. الله تعالی همه ما رو از جمله چیکنا برادرانی که فقط در راه الله تعالی دیگرشون دوست میدارن، و از جمله هم 7 گروه، یکی از اون 7 گروهی که در زیر سایه در آخرت قرار میگیرن، قرار دادن. که این محبت برادری همین از یکی از ثمره میوهش این است که در روز قیامت زیر همون سایه میشن. وقتی که همه مردم در زیر آفتاب است، یکی از اون 7 گروه یکیش این است که اونایی که فقط برای خدای تعالی بین خودشون محبت دارن، برای الله تعالی بین خود محبت میبندن. ان شاء الله برادر ما و شما را همون از جمله همون برادر گرداند. خب اینجا برادر ما سلام گفتن همشهری ما. خب بارک الله.